جسد یک سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را روز 26 می در نزد یک بینای مسکونی 9 آشیانه در چند متری این پایگاه پیدا کردند. اما مسئولان پایگاه از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. حادثه صبح 26 می سال 2026 در همین جا رخ داده است. با گفته شاهدان این سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان صبح بر وقت این روز خود را از بالای بلندی این بنا به زمین هوا داده است که در همین جا به زمین میزند. با گفته اولین شاهدی که این حادثه را دیده است، وقتی که او آمده است و جسدی در اینجا خوابیده او را میبیند، وقتی که با کجای زنگ میزنه و درباره این حادثه خبر میدهد، میگن ببین که او کیست. کامیل باباجانوف، مسئول تازگی بینایی که حادثه رخ داده است، نخستین کسی است که جسد این سرباز را پیدا کرده است. با رئیس محله گفتم همین آدم گفتم آدم خوبه. گفت بین کو کیه چیه؟ با ما ناظر منطقه رئیس محله که تو بالا بمب اومده. همونجا دیدیم جای واقعه را سیگارت کشیده لوز بیتون دا برماده پای پوچه. کمی جای خزقاتی هم که دیدیم که همونجا وای کردگی. نام مناسبش نمیشه معلومه. داوژنکا کیم چی بود؟ داوژنکا. نه سالدار. سالدار. کنترکت میکنه. چند ساله بوده معلومه. همی ایچی بالا داشت. 42 ممکن 45 هم خیلی باشه. چی نگفتن که سببش چی بوده؟ چی نفهمیدیم بعد نفهمیدیم. خب که سبب هیچ که نمیدونم. اگه همون همون ممکن خوب داره اون گپ خبر اون چی باشه بین. بالا دا سیگارت بود عرق فرق هم بود. نه هیچ نبود. بعد مرده شکی بود. اسنگشنیکو بود. این مقامات مامون آمد هم پروکراتور بود. ناظر منطقه بود و این پروکراتور بود. ساکنان بینایی که واقعا آنجا رخ داده است بسیار با احتیاط با خبرنگاران صحبت میکنند. خود این سرباز در این بینا زندگی نمی کرده است و در جای دیگر خانه اجاره داشته است. با گفته برخی زنهای این بینا، روزهای بعد از حادثه بعضی از افسران پایگاه گفتند که انگیزه حادثه مشکلات خانوادگی این سرباز بوده است. با گفته یک از شاهدان دیگری حادثه، این سرباز دوره رخصتی مهنتیش آغاز شده بوده است، باید روزهای نزدیک به نزد خانواده‌اش به روسیه می رفته است. هنوز مشخص نیست که آیا پرونده‌ای در این زمینه باز شده است یا نه و این حادثه چون خودکشی تحقیق می شود یا بر پایه ماده‌های دیگری قانون‌های جنایی. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش این کشور به شمار می رود و در گوشه از شهر دوشنبه موقعیت دارد.